استاد داریوش ترک کرد ولی استاد قدیر برگشتن گفتن که ترک مال پشت موتور است. تلویزیون کسی نگاه نمیکنه. خواهر کانال دو رو گاییدم کی؟ عمو چیه؟ عمو خواهر عمو رو گاییدم. دیگه آخراشو داره خوب میشه. آقا نکن داره دوربین روته چشم. ببخشید. سایه رو داری که حال کن. سایه رو بده. بقول پسر احمد شاه مسعود خدایامرز گفت هر جا که مرز کشیدن بیا پل بزنیم. اونجا رو نگاه نکن. خانه خراب من رو نگاه کن. بیا انقدر کیری میزنه منم کاری باش ندارم. مثلا این دفعه میخواد چکمه‌ای بذاره یادش رفت زد. گفتم این مدل خیلی قشنگه. الان اینجا رو نگاه کن همینجوری کیری میره بالا. الهی میری که و مادرم هستم. خار مادرتو گو خدا رو بپرستم. خب شما اول جواب سوال منو بده. اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ اول کیره خر بود. بچه رو لگد میزنه. وای مامان رضا جون بیا سرتو بذار رو شکمم. بچه داره لگد میزنه. خس بازار بچه مگه لگد تو شکم میزنه؟ بچه 2 ماه آخه. پدرم علکی فال آره عزیز لوس کن به دقیقه سولاخ خودته. یکی هم حال میکنه تو راضی اون راضی کنه لب ناراضی. به به خواهر کافی رو بایدم. اینه بودم کسکش این ماد کرد. آقا من 4 تا عمو داشتم. اون یکی عمو بچه ها مثل ماموران گمنام امام زمانه. نمیتونم به شما بگم اطلاعاتی اسمش نباید. کره یعنی کیرته. یه دوست دختر ندارم اینقدر خاک بر سرم. من عرضه ندارم. خودم همیشه تنها بدبختم. آیسان یه کامنتی داری؟ جوونا جغ کمتر بزنن. جان ناله کن کنکش ناله کن. این همه حرف خوب میزنی کون گشادا. این ناله کن کنکش چیه؟ یاد که پدر مادرشون و پدر ما رو در آوردن. این چیه گفتی فلا اینا؟